جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 8 مرد چی حکم داشته باشه یا ما در را تبریک بکنیم ده یا نکنیم؟ بنیادی یک چیزا بفهمیم. 8 مرد ای کدام سال پیدا شدگی و این مکر یا که خباستی کدام گروه های بیدین استک و به ذریعه این چی کارا میخواهم بکنن. 8 مرد 1908 شدگی 1908 تقریبا در امریکا 15,000 زن میبرویه به همون نیویورک میروه، یعنی به عاصمه همون جره و فقط در وجود طلب دارن که ساعتهای کاری اونا را کم بکنن و اجر موافقه، اجر یعنی پولی ساز شو بتنه و آواز شو هم حقوق شو هم برابر باشه به مردا. در اینجا ده اون زنی که این کار اساس دادگی است کلارا زیتیکین میگن، یکی از همون کافیرا و مشرکا بود زن. او مثلا اینه طلب کرده ساعت فقط، ولیکن همین 15,000 که رفتن برای دعواهای خودشان، همین با در همون شهرها در 1911 ده با همین کاری کردگیش و همچین عید پیشوا گرفتن. همونها مثلا پیشواز گرفتن همین چیزا بنیادیش. بعد دیگه یعنی در 1975 ای تقریبا عالمی شید. مثلا در خیتای همین میگیرن، در روسیه را میگیرن و در همین روز هسته که مثلا مادرای مسلمان، خواهرای مسلمان فرنجیناشون گرفتگیان. یعنی اصلش بنیادش ای وقت چیدگیه، لیکن در دیگه وقتاشو هم کار دادگیه و رسما به این زمانه شیدگیه. به هر صورت کدام وقتی که شیده باشه یا که خیلی که شیده باشه، این مثلا تبریک کردن در این روز حرام است برای هر یک مسلمان و برای مادرها هم قبول کردن حرام است. یعنی عید کافرها است. اولین دلیلی که مثلا حرامی این بودن این است در روایت ابو داود میآید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من تشبه بقوم فهو منهم. کدام خودش به کدام قوم مشابهت میته، این از همون گروه است. یعنی باید که مسلمان همیشه در عیدها با مسلمان ها تشابه باشه و در عیدهای اونا به همراه همونها مشابهت میکنی و عیدی همونها را جشن میگیره انسان. العیاذ بالله موافقی سخن رسول صلی الله علیه و سلم این هم در زمره همونها میدرویه. العیاذ بالله یکی در همین روز هم بمره هم تا حرامر می نمیره و انسان. دوم دلیل برای این حرام بودنش همیه که وقتی که به اینها در این روزها در این جشنها اینا انسان عید میکنه، یعنی یک خیل محبت به اینا داره، یک دوستی و رفاقت داره، به همون خاطر عید اینا قطعی مشارکت میشه و عید میکنه. الله سبحانه و تعالی میفرماید که لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء.
یعنی یهود و نصارا را شما دوست نگیرین. در دیگه آیت کریمه هم همچنین همین مفهوم یمی را میگیره که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. این مسلمانان شما دشمنای من و دشمنای خود و دوست نگیرین. تلقون الیهم بالموده، یعنی شما با اونا با محبت به این نمودی دوست دارم رویه کنین یا که گاب زنین. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، و اینا به تحقیق کفر کردگیان آن چیزی که برای شما را آمدگی حق نزد الله سبحانه و تعالی. مقصد اینا دین شما را قبول ندارن، قرآن شما را قبول ندارن، شما از اینا دور باشین. و وقتی که ما عید اینا را میکنیم معنیش همین میشه که ما با یا محبت و موده یعنی دوستی داریم. الله سبحانه و تعالی این معنی میکنه ما را، یعنی جایز نیست. و دلیل سوم که جایز نبودنش همین است که حدیث شریف در میآید صراحتا که لکل قوم عید و هذا عیدنا. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره عید مثلا عید اضحیه میگه، در عید قربان میگه که هر یک قوم عید داره و عید ما همین روزه. یعنی ما مسلمانات دو عید داریم، عید آخر رمضان ده میشوه و روز عید دیگه 2 ماه و 10 روز بعد یوم میشه، یعنی عید قربان میشوه. و عید ما فقط همین است، در عید اونا باید مشارکت نکنیم یا جیا نشیم، خوشیم و اظهار نکنیم. و در قرآن کریم هم می آید در سوره فرقان در اخیرای سوره هستک الله سبحانه و تعالی چند صفت مؤمنین بیان میکنه که مسلمان ها کی هستند. آخر سوره فرقان ده و یک آیتش در این است که والذین لا یشهدون الزور. مسلمان ها و کسانی هستند که شاهد نمیشن، حاضر نمیشن در زور، یعنی در عیدهای کافرا شریک نمیشون، حاضر نمیشون. مراد ای زور مفسرین گرفته که بی اعیاد المشرکین، یعنی عیدهای مشرکا ده حاضر نمیشن، در عیدهای کافران نمی باشن. این آیت کریمه استک مفسرینش ائمه کرام استک و صحابه کرام استک و بالخصوص در تفسیر زاد المسیر فی علم تفسیر هم گرفتگی است. خلاص همین است که حرام است این کار، باید هر یک انسان پرهیز بکنه. مثلا چی جایی که بود این زیادتر مزیدتر کردگیان در این عیدا که مسلمان ها را خیلی گمراه میکنن، چیزای هر خباستیش و نشان میتن، گویا حقوق مرأه را زن